سلام دوستان، گلابی هستم. حالتون چطوره؟ امیدوارم امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتون باشه. بچه اومدیم داخل ماینکرافت که چند تا کار انجام بدیم. بچه وقتی ماینکرافت رو نصب کنید میاره که مثلا دسته رو انتخاب کن، نوع دسته رو. الان مثلا بعضیا هر نوع دوست دارن میذارن، بعد از اون نوع خسته شدن و میخوان یه نوع دیگه بذارن. الان بهتون یاد میدم که چطوری باید بذارید و حتما این کار رو انجام بدید. بعد بچه جدیدن لایک های منم خیلی کم شده. میگن میتونی از یوتیوب پول در بیاری فقط با لایک کردن دیگران، ولی من هرچی تلاش میکنم که شما لایک کنید نمیشه. نمیدونم چرا. اینم فکرم داداشم مد کرده، ولی همه این چیزایی که دستم منو همه رو خودم ساختم. یعنی اون ساختمونی هم که الان دارید میبینید و همش رو از شن کندم و خب حالا بچه الان میخواید دسته رو تعویض کنید. میاد اینجا این دسته رو میبینید که سبز رو اینو میزنید. بعد اینجا یه چیز هست این که سبز میزنید ما رو تعویض هست. وقتی ماینکرافت رو نصب میکنی همچین چیزی واسط میاد. بعضی اصلا اینطوری دوست دارن، بعضی اصلا اینطوری دوست دارن، بعضی مثلا اینطوری دوست دارن. الان من خیلی اینو بیشتر از همه دوست دارم و بیشتر با این بازی میکنم. خب من اینو غیر مد کنم. خب اوه بعد ترکی خوش. خب ببخشید، چرا بد نگاه میکنی داداش؟ خب دختر بزن برو. خب بچه زامبی ها همه اومدن. اوه بیچاره شدیم بچه داخل این بچه این گرزه رو نگاه کنید. یا خدا این بچه رو نگاه. بگو هنوز بچه اینطوری میکنیم. خب بچه الان من خواستم فقط این دسته ها رو بهتون یاد بدم. بی زحمت یکم لایک منو بیشتر کنید که ببینم راست گفتن میتونم از یوتیوب پول در بیارم یا نه. منم فقط همینو میخوام. لایک